دهه استوار اندر میان کوه و زیبنده با مردم آزاده و سازنده و بنیادکار. قلعه نو، عجب نامه. من عمرم از 80 خیلی بالا رفته است. از وقتی که میدانم در اینجا بازیافت‌های تاریخی یافت شده است بسیار، لیکن من در یگان جا در یگان مطبوعات نخوندم، در یگان جا نشنیدم، در یگان جا نخوندم که گویم که همین قلعه نو برای چه قلعه نو نام دارد. لیکن همچون قشلاق کهنه بدنش رو میدانم که همین کهنه همین نام را قلعه نو دارد. من در یگان سرچشمه تاریخی ندیدم تازگی. شنیدم البته را بعضی آدمان گپ میزنم، ولی وقتی که این را با خواندگی ها مقایسه میکنم، من اعضای کتابخانه ملی تاجیکستان هستم. در اونجا خود میرم میخوام در اونجا، من ندیدم که همین چیز باشه. بنابر صاحب همین قلعه نو آبادیش میدونم که زیادتر از 100 سال شد، ولی در یگان سرچشمه ندیدم که برای چی اینو قلعه نو میگفتن باشن. در این خصوص من معلومات ندارم. مردم قشلاق همه با باغداری، با چارباداری، با زراعتکاری مشغولند. در همسایگی حال هم خصلت‌های پیشینه همسایگی رو بسیاری از بین نهادند. مثلا خودم بله همسایگانی که خودم دارم، من از همشون رضایم. از همه همسایگان رضایم، با همراهی کمپیرم. همین قدر حرمت و احترام و همین قدر مهر محبتی که نسبت من صادر میکنن، این بگمان من نشانه همین است که حال هم همین خصوصیت‌های همسایگی رو از بین نرفته است و همین مردم حالا میگم میگم خرسندم که چنین همسایه‌ها دارم. اما گروه ایجادی این مراتب آمده مهمانی به این ده تاریخی خاطر احترام خدمت‌های صادقانه همین استاد گرامی که واقعاً دهه قلعه نو از وجودش افتخار می‌نماید، زیرا چهره نوبتی برنامه ما نفر است که تمام عمر و حتی در همین مرحله زیبای زندگی نیز بار تربیت علم و معرفت و فراست و ادب بچه خلق را به دوش دارد. معرفت پرور طلبه کمال. از مجرای زندگی او خواهیم گفت و از راه و روش وطن دوستانه او در جامعه به حیث یک نفر زیایی. زیایی شخص پیشقدم جامعه باشد. زیایی دارای خصوصیت‌های خوبی آدمی باشد، اول آدمی را فراموش نکرده باشد. زیایی در نهادش معلومات‌های همه طرفه داشته باشد، با مردم یکسو باشد، یکسو باشد. از خصلت‌های زیایی، از آنچه که زیایی میداند دیگران بهره برده تواند، این را ما زیایی میگیم. زیایی باید درویه‌باز نباشد، درویه‌بازی نکند. لایق شیرعلی بزرگ میگوید که اگر بینم زیایی را رعایه، کلوخی را بگویم اولیایی. در زمان شوروی که ما اصلا در همون صاحب معلومات گردیده بودیم، از نصف زیاد فعالیت خود را در همون دوره گذرانده بودیم، همون عقیده های زمان پیشین هم نسبت مردم خیرخواهی بود، مردم را دوست داشتن بود. یک کس برای همه، همه برای یک کس بود. این بسیار شعار خوب بود. بنابر صاحب همین من گمان میکنم که اگر ما زمان حاضره گیریم نظر و پشت زمان پیشین اگر مقایسه کنیم، پرینسیپ های انسان دوستی از بین برداشته نمیشود. پرینسیپ های انسان دوستی حالا هم هستند، حالا هم ادامه میده. باید با همدیگر ما غمخوار باشیم، رفیق باشیم، مشفق مهربان باشیم. طلبه کمال 84 سال دارد. زاده همین دهه خوشمنظر، معرفت پرور و فدایی و ترغیبگر علم و معرفت در تمام عمر در همین گوشه آزاده وطن. وقتی فعالیت داشت، طلبه کمال همچون انسان و شهروند، همچون آموزگار و زیایی، خصوصاً به آزادگی و افتخار و خودشناسی ملی که امروز شعار دولت تازه استقلال ماست توجه زیادی داشت و هنوزم در نهاد شاگردان به آموزگاران و به خویش و اقربا و حق و همسایه چنین غایه ها را ترغیب می نماید و به کارهای نکو هدایت می سازد. یک عمر از راه دانش به راز زندگی پی برده و راه و روش و معنی آن را همه جانبه دریافته و کنون آبروی و عزت را از دانش دریافته و احترام را نیز قایم گردیده. حاضر هم میروم، با بچه ها باخری دارم، بچه ها را میشناسم، اگر توانم نصیحت میکنم و همه اونها. من چی میخواهم در زندگی؟ میخواهم که در زندگی که مکتب بسیار جای مهم است.
از مکتب شخصان درست برآیند، فرق کننده برآید. شخصی که از مکتب میبرد با دانشش، با نظریه‌اش، با فکر و اخلاقش، با آداب آدمگریش نمونه عبرت دیگران باشد. بنابر سبب من مکتب رو هیچگاه فراموش نکردم، دبستان رو دوست می‌دارم. مکتب سبب حیات باشد، مکتب سبب نجات باشد، میگوید سردفتر ادبیات تاجیک صدرالدین عینی. در اطراف شخصیت استاد کمالوف سخن کردن برای من یک حس افتخار است. البته وقتی اسم کمالوف را به زبان میاریم در حس ما یک مهربانی پدرانه بیدار می شود. البته استاد دورانی که ما طفلیتی دوران مکتبخوانی در نظر بگیریم، استادی بودند که با همه خواننده ها یک مهربانی میدادند، یک محبت خود را تقسیم میکردند. در این بابت گفتنیم که من یک خواننده بودم که کنجکاوی میکردم، از بخش‌های فن ادبیات سوال میدادم. گرچند استاد خود تاریخ شناس بودند، اما من از ادبیات سوال ها میدادم. از این سوال ها برمی آید در وابسته به تجربه زندگی و روزگار گذشته که استاد هم در علم تاریخ آگاهی وسیع دارند و هم در علم ادبیات شناسی نیز معلوماتی کافی و اضافی دارند. چون از ایجادیات سعدی و حافظ و جامی وقتی سوال میشید، استاد با یک حسیات بلند سخن میکردند و غزلهای بزرگان را با یک حسی بلند به ما قرائت کرده تحلیل میکردند. من خوشحال هستم که در زندگی در علم آموختن اولین خیشتی که ما از خواندن و آموختن گرفتیم و انداختیم این همین بود که با استاد درس خواندن و علم گرفتن و یک محبت آموزگاری از او در حسیات ما بیدار شدن و به انسانیت محبت یکدیگر داشتن و قدر انسانیت را دانستن و به قدر زندگی و علم و تعلیم رسیدن رو ما از استاد آموختیم. البته استاد در ساحه خود تجربه زیاد و بای غنی دارند، چون سالهای سال در مؤسسه کار و فعالیت نموده برای رشد معنویات اهل دهه، خوانندگان، نورسان خدمت کرده است. همچنین ناگفته نماند که شاگردایی که استاد به وایه رساندن در مقامات‌های امروزه کشور عزیزمون کار و فعالیت میکنند که شخصیت‌های نمونه هستند، عبرت بخش هستند. و این خاطر استاد برای معنویات هر یک شخصیت خدمت‌های ارزنده کردند و باعث افتخار است که چنین استاد داریم و چنین استاد بودند. به همین معنی باید گفت در حق استاد، شناخت استاد و خصلت‌های نکوی استاد که به مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن، ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. البته دستگیری های همین استاد بود که ما به این روزا رسیدیم. امروز در مؤسسه کار و فعالیت داریم. استاد گاه گاه آمده از احوال ما خبر میگیرند، توصیه ها میگیریم از استاد. اگر درسی کشاد شود، بچه ها اگر در اونجا اشتراک کنند، اگر یک چند نفر معلم باشد بسیار خوب میشود. یک کس از برآمد یک کس دیگر استفاده میبرد. آن تا جایی که نمیشه باید گلچین میشود. برای یک ساعتی درس کشاد زمین یک بچه از یک سخن رفیقی یک دیگر میفهمد یا از استادش میفهمد. این هم البته به پیشروی کار، به تعلیم تاثیر دارد. به فکر من همین تاثیر میرساند. همین بچه خواننده مکتب ما خودش حس کرد که من در کدام دایره فهمیش دارم. اگر وای دایره فهمیش خودش را اگر معین کرده تواند، از روی احساسش، از روی درک کردن مسائل های دنیوی اگر به احساس کردن، البته تاثیر بار از دو سرکرد تا پنج و نقد میفهمد. این مشکلی که در ساحه حجتگذاری و فنی پیش میآید با استاد مراجعت میکنیم. بلند معارف شهر راغون آگاهی دارد که استاد یک شخصیت پشت تجربه هستند. مقاله های زیاد دارند وابسته به اختصاص خود، از جمله در مورد موضوع های نوروز و پیدایش آن، صده، مهرگان، پیدایش این جشن های تاریخی و ملی
مقاله های زیادی دارن، نه در ساحه تاریخ بلکه در ساحه ادبیات نیز، در موضوع های روزمره جامعه نیز مقاله های زیاد نوشتن. من افتخار میکنم از چنین استاد داشتن و از چنین شخصیت بودن در این دهه. سال 1976 من همچون آموزگار به مؤسسه رقم 12 بود سالها آمدن. دیرکتور مکتب محترم کمالوف طلبک بود. من 35 سال قطعی همین دیرکتور همراه کار کردیم. زیاده از 40-45 معلم آموزگار هم وقت درس میدادن. کمالوف بسیار آدمی باسواد بود. تمام خلق قشلاق کمالوف دوست می‌داشتند. همین بین مکتب و اولا رفت آمد بود. چی بود؟ علاقمند بود مکتب به اولا. علاقمند بود، می آمدن در سویده میشتن. خیلی همون دانشی فرزنداشون میفهمیدن که آیا همین فرزندای ما میخونن، دانش دارن یا ندارن. همین خیلی چند سال کار کرد کمالوف. خیلی ما همراه همون کار کردیم. خلق به حد حرمت عزتش میکردن. خلق خوب میداند که به مربی زیر گردون معتبر نتوان شدن. ماه نو را رفته رفته چرخ عالمگیر کرد. واقعا بینای تمام کار عالم بر دانش و خرد قرار گرفته. به علم و دانش، به معرفت نمیتواند جامعه رشد نماید، انکشاف یابد و زندگی پیش رود. دانش زندگی را مرتب، شکوفایی، شیوایی و زیبایی می بخشد و استاد طلبک کمال زیاده از 6 ساله عمر خود را، یعنی 60 سال عمر خود را برای تشویق و ترغیب علم و دانش صرف بنموده. بار معرفت بچه خلق را به دوش داشت در این گوشه آزاده وطن. تعلیم میداد و دانش طلب میکرد و بزرگی میآموخت. هنوزم دل میل میکند و گاه گاه قدم رنجه میفرماید به این درگاه. از شیب و فرازها، از دیده ها و چیده ها، از روند تعلیم و از مجرای روزگار امروز با امید بهی کار ابراز نظر می‌نماید. از اینجاست که خرد و کلان دبستان طلبک کمال را نه تنها آموزگار بلکه کارنده تخم تمدن، کارنده تخم معرفت و در سمت تعلیم واقع بین و نوگرا پذیرفته و احترام می‌نمایند. از خردی آموزگار بودن رو دوست می‌داشتم. کسب آموزگار رو دوست می‌داشتم. برای همین می‌دیدم که در بیرون در مکتب‌های ما معلمان کار می‌کردن، منم حواس می‌آمد که کی آموزگار باشم. به همین یاد وقتی که مکتبی 7 ساله بود، اون وقتا مکتب‌های 7 ساله تمام کرده بودیم، بعد مکتبی 7 ساله ختم کردن، ما از همینجا تا شهرک آبگرم است، تا شهرک آبگرم با همراهی یک 7 نفر رفیقانمان با صنف هشتم ما را بردن اونجا قبول کردن. یعنی که رفتار و گفتار و کردار همه استادان بله، سبب شدن که ما با همین راه رفتیم. از همه معلم بهترین هم که در این راه ما را با همین کار واسطه کرد، معلم اولی من شفایف آدینه ونجی بود. از ونجی هم یک کس معلمی میکردن، بسیار شخصی با معرفت بودن. همین را من دیدم و آموزگاری کسب در دیدم پیدا شد. اون وقتا مکتب‌های میانه کم بود، خیلی به نظر کم میرسید. بعد در شهرک آبگرد رفتم. ما سالهای 1955 تا 1958 مکتب میانه رو همونجا ختم کردیم. از همونجا ختم کردیم. بعد اومده 1 سال کار کردیم. 1 سال در همین مکتبی به نام لومانوس میگفتن، همین دهه‌ای که ما زندگی میکنیم، همینجا مکتب میانه به نام لومانوس بود. ما رو با همینجا از ماه ینور سال 1959 به صفت سرپیانیر ولایت پیانیران قبول کردن. در همونجا 5 سال 6 سال کار کردم. بعد همین تابستان من خواستم که معلوماتم رو تکمیل کنم، برای سایر معلومات شدن. با
دانشگاهی آموزگاری پداگوژی میگفتن اون وقتا و دانشگاه پداگوژی شهر دوشنبه به نام شفچنکو داخل شدم و فاکولته تاریخ به داخل شدم سال. بعد 2 سال خواندن علاوه کردم به تاریخ با جمعیت شناسی رو هم، یعنی در بعض همین قضیه ما انستیتوت سال 1972 تمام کردیم. سال 72 تمام کردیم با اختصاص معلمی تاریخ جمعیت شناسی. باز آمده از همونجا در همین مکتب خودمون در همین جا باز مرا با وظیفه معلمی قبول کردند. همینجا معلمی کردیم. بعد از این 2 سال کار کردیم یا 3 سال کار کردیم با گرفته جانشین دیرکتور موندن. جانشین دیرکتور کردیم. بعد سال 1971 بود خیال. سال 1971 مرا با وظیفه دیرکتوری همین مکتب نامبرده قبول کردند. یعنی مکتب میانه وقتا رقمش 12 بود و در حدود ناحیه فیض آباد داخل میشد. همینجا دیرکتوری مکتب کردیم. من زیادتر از 13 سال 14 سال دیرکتوری مکتب کردم. بعد همین خبر اومده با باقی‌مانده حیاتم رو با همین کار آموزگاری صرف کرده بودم. همین سال 2008 خیلی سین سال به یک جای معین رفت. بعد به نفقه بر اومدیم دولت پیری. من گمان میکنم که هر دوره هم دوره خوب است. دوره جوانی بهتر خوب است. بسیارتر خوب است. در جای خواندم جورابک مومن می نویسد پیریش دولت نبوده بلکه ذلت بوده است. از نوک پا تا به سر نقصان و علت بوده است. یک طرف درد میان و یک طرف درد بغم، پای لنگان، دستی لرزان، قامت قد بوده است. در این سین سال که سین سالم به هم مسافری رسیده است، من گفتنی نیستم که ناشکری کنم نسبت پیران سالی، ولی خیلی خرسندم بر در دوره جوانی. دوره جوانی دیگر بوده است، پیری دیگر دوره بوده است. همه کار مشکلی دارد. من گمان نمیکنم که همه کار با آسانی به دست بیاید. برای آن که معلم شوید، آموزگار شوید، از شما یک چیز ماند. به نظر من همین خیلی میتابد که معلم بچه دوستدار باشد، معلم مکتب دوستدار باشد، معلم خلق دوستدار باشد و معلم از وی باور هم کند. ما در بسیار برآمدها گوش میکنیم، واسطه‌های اخبار عمر رو گوش میکنیم، گازیت‌های جمهوریه رو میخونیم. حاضرم میخونم، حاضرم حواس خواندن دارم. میبینم جناب یاله بخیر بگید معلم کیست؟ معلم همانی است که وی بچه دوستدار است، مکتب دوستدار است و مردم با وی باور میکنند. این یک. در نوبت دیگر وی باید صاحب معلومات باشد، صاحب معرفت باشد. وی اگر زبان خرپره از خود کرده باشد، وی وطنش رو حمایت میکند، وی خلقش رو حمایت میکند. با کلاهای مراد از روی دانشگاه زبان رو می‌رسد. ولی چی گویم، در وقت‌های آخر همین مسئله کمی کاسته شده است. یعنی معلم با دانستن زبان اونقدر اعتبار نمی‌کنه. خیلی شاگردان هرگاه که در کوچه می‌گذرم اگر باید آنها رو استاد میگویند، حتی کلان سالان با من استاد گفتم مراجعت میکنن، خیلی خرسند میشم. خیلی خرسند میشه. این کسب آموزگاری، کلمه آموزگار رو به زبان آوردن، این خیلی وست. آموزگار سخندان نباشد و آموزگار نمیشود. سخن اگر و چیده نداند و به جوش اگر نداند، سخن پنج میگوید. سخن پنج، سخن گنج. اگر خواهی که بر جای رسیدن، بکش رنج. دولت پیری خوب است و خوش میگذرد با یاد روزگارانی دوشین. سرچشمه همه علم و دانش ها کتاب است که استاد هنوزم این گنج را در دست دارد. علم و دانش اندوختن و خود را در جامعه دانش جلوه‌گر ساختن نکوترین زحمت است که طلبه کمال این زحمت را پسندیده با دل و جان. البته کسب کمال کردن، علم و دانش اندوختن هنگام جوانی بسود است نسبت به دوره‌های دیگری حیات. اما استاد طلبه کمال هنوزم هم بهر آبادی روح و روان و هم خاطر تربیه نبیره ها و ابیره ها کتاب را از دست نبگذاشته، چون دولت بی‌بهای پیری نور چشم می‌داند. شاگردان دارم، شاگردانی که در مکتب‌های میانه وقتی که درس دادیم دست قلم آنها رو ما قبیله بدیم، این خیلی شاگردان هستند. حاضر شاگردان من در سطح ریسپوبلیکا کار میکنند. مثلا شرف جنیدالله داریم. شرف جنیدالله نامزد علم‌های اقتصاد حاضر کار میکند. صدرالدین محمدی داریم، نامزد علم‌های فیزیک و متماتیک، استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام اکادمی آسمی.
دکتری درجه عالی نامزد علم‌های طب حاجی و مطلوب خان مظفرانه، حاکم شاه صادقov، کارمند حکومت تاجیکستان. خلاصه با شاگردان خود خیلی افتخار میکنه. من گفتم وقتی که استاد میگویند خیلی افتخار میکنه. نامی زیبای پدر باسی موزر باید نوشت، خوب و عالی با حیای مقتبر باید نوشت. برکت نامونمد از همت بالای اوست، اینچونین گویم که نامش تاج سر باید نوشت. آفرین آفرین. کنی پریسا جان برای بابا چی بدانید؟ شعر میخونی؟ بله. چگونه شعر میخونی؟ کنی خون؟ بابایم قلبی جان است، مهرش در دل و جان است، سخنهای شیرینش دائم ویدی زبان است. بابام زنده با مایام، نامی خوشش در جهان، روز ما را نبیند می شود خیلی پزمان. بابا ایمان مهربان، بابا ایمان قهرمان. این زن از روزی که آمد به زندگیش با تمام هستی قیم شوهر شد در ملکش، امین شوهر گشت در ماهش و جانشین شوهر بود در تربیه و پرورش فرزندان. با بوده و داشته ها قناعت کردند و با عشق و مهر و اخلاص زندگی خود را ساختند. زندگی ساده دارند اما پر از سازندگی، پشت و پناه یکدیگرند و نازبردار هم در این مرحله زیبای عمر. مجرای روزگارشان برای عائله های جوان تأثیرگذار است و تربیتگر و این اعتراف سال 2015 به طور رسمی قدردانی نیز گردید و سبک زندگی استاد طلبه کمال سزاوار دیپلم عائله بهترین و افتخارنامه حکومت شهر شد که این موجب افتخار بود برای خرد و کلان این خاندان. زندگی خودشان زیباست ولی به زندگی ها انسان ها زیباتر میکنند. مناسبت زن و شوهری رو ببینید، مناسبت عائله‌داری رو ببینید، مناسبت در بین جمعیت مناسبت کردن ببینید. اینا همش زندگی هستند. اگر بازنده ها از نقطه نظر اگر حقانی، از نقطه نظر فکر آزاد، پاکیزگی اخلاق مناسبت کردن نتونیم، زندگی هم کاسته می شود. کمپیرک مرا حرمت میکنن، من رو حرمت میکنم. من از همه مناسبت هایی که نسبت عائله بودم خستندم، از عائله داری خستندم، از مهمان دوستی خستندم. کی باید نسبت من یک غمخواری دارد، یک محبت دارد. یک روز من قطعی برادرم ماده خیلی فرمان داد که فلان کاری خانه را شما کنی، بعد ما نکردیم، هم کارا اجرا نکردیم. ده بازی کردیم، رفتیم تابستان بود، بازی کردیم. بعد آمد پرسید که بله فرمان فراموش شد. آمد ماده پرسید که همین کار شما کرده؟ بعد من گفتم که نه. بعد برادرم گریخت، من از قفای او دویدم خیلی قپید، پشمان قپید، نگی نزد، همین خیلی ترس موند. این پدر دیگه تکرار نمیشه، پدری مادری ما جنگ نمیشوند. یا خیلی بگم کم کم مادرم غضبانی میشه که پدرم آرامش میکند. ما جنگ پدر مادر ما ندیدم. پدری ما آموزگاری مکتبی 28 دهه قلعه نو می باشد. یک عمر خدمت کرده همین دهه و قشلاق ما هست. همه حرمت و احترامش میکنه. پدری من از درد دل من به خبر است. من بعد گذشتن شوهرم، بعد وفات شوهرم خیلی ناراحت بودم. با قوه پدر و مادر خیلی خدمت بالاتر حس کردم. با دستگیری پدر، با کمک های پدر، من هر هفته نزد پدرم میام، نصیحت های پدر را گوش میکنم. از پدرم خیلی تجربه آموختم. بعد زندگی به تربیه فرزندانم از پدرم تجربه گرفتگی. خوشبختم از این پدر و از این مادر، از برادرانم، از همین عائله من فخر میکنم. پدری ما همیشه کوشش میکند که فرزندای ما بخونن، فرزندم با آبرو شود، خدمتگاری دولت تاجیکستان خمان شود. واقعا دانش پیرایه انسان است و خوشبخت و نیکنام کسی است که خویش را در پیرایه علم
آراسته می سازد. بسانی چهره نوبتی برنامه ما استاد طلبه کمال. اگر زیور و زینت، وقار و شکوه انسانی دانش باشد، طلبه کمال از این ثروت زیاد برخوردار گشت با کوشش و تلاش و با طلب و پرخاش. وقتی روی کار بود همواره می کوشید که توسط واسطه های عیانی، سوال و جواب، بیت برک ها، گفتار بزرگان و غیره خوانندگان را هرچی بیشتر به دنیای خودشناسی و افتخار ملی ببرد و بدین ترتیب دری دانایی و توانی و خدمت به ملت و کشور را بر روی آنها باز بنماید و تا حد زحمتهاش نیز بار آورد. قریب همه ساکنان ده شاگردان استاد محسوب می شوند و بیشتر ایشان با رفتار و گفتار و کردار شایسته هم در حیرت کردن استاد را و هم ادامه دهنده راه استاد خویش گشتند که این البته به قلب آموزگار سابقه دار شادی و فرح می فزاید. در همه ساحه‌ها کادرهای با سواد لازم هستند. اگر درجه سوادناکی کادرهای ما موافق ساحه کاریشان، موافق زمانهشان اگر به طلبات جواب نباشد، نه معارف پیش رفتن ممکن است نه دیگر ساحه‌ها. فقط خواندن در کار از بالای خود بسیارتر کار است. امید میکنم که آینده معارف در شکوفان است. در پیشروی گذراندن شدن آزمون‌هایی که در نوبتی می‌گذرانند اینا با پیشروی کار و البته به تاثیر نمیمانند. اینا معارف ما در آینده شکوفان میشود، پیشرفت میشود و به قولهای مراد خدا خواهد میرسد. نیکی بسیار چیز خوب است. نیکی جاودان میماند. در انسان ها من نمیدانم که به کسی نیکی کردم یا نکردم، بیرون نمیدانم، لیکن تلقین میکنم به مردم. ای مردم خواهش دارم که به مردم نیکوکار باشند. خلاص بیننده عزیز، دیدار با این مرد شریف، علوچی علم و معارف جمهوری، سابقه دار مهنت، طلبه کمال، خوش آمد ما گروه ایجادی را. در چله زمستان زمین و زمان سفید، همه جا یخبندی و بادرو و شمال، اما گروه ایجادی وقتی سفری خدمتی واقعا پناه گرم نجستیم، چون نیاز نبود ما را، زیرا حضور پرمحتوا و تاثیرگذار و همچنان ابراز اندیشه های سازنده این پیر خرد نور و صفا و گرمی فزود بر روح و روانمان همزمان. زندگی زیباست واقعا با حضور انسان‌های زیبنده زندگی، همین طونه بیننده ما. پس برکت در عمرشان و بادا حلالشان زندگی و زیست در آغوش این وطن پر از سفیدی و آباد و آزاده، یا نه؟